ببین زدن حرکت‌های شکم که فکر میکنن کمر رو کلوف میکنه، چون بیشتر فکر کمرن، بیشتر هم حرکت‌های پهلو نمیزن. شکم که کمر رو کلوف نمیکنه، ابزت راست شکمیت خوب میشه. در مورد موربی‌ها، ببین عضلات موربی بزرگ میشن ولی نه به اندازه‌ای که شما فکر میکنی اینقدر کمر در میاری. نه، شما یا ژنتیک اون کمر باریکه رو دارین یا ندارین. معمولا کسایی که ژنتیک بدی دارن، مثلا منم جزء اونا حساب میشم، که کلا پهلوی خمره‌ای میگن بهشون، از این پهلوی دسته دار بهشون میگن، داریم. اینجور افراد رو بهشون پیشنهاد میدن کمتر حرکت های سنگین واسه موربی بزنی. مثلا اگه دنبل میگیری موربی میزنی، بهتر یک دنبل بسیار سبک باشه، تعداد بالاتر بزن. ولی منظورم اینه که اگه شما استعداد کلوف شدن کمر دارین، موربی دارین، این ناحیه پهلوهاتون به قول گفتنی سریع، به قول گفتنی بزرگ میشه یا اصلا بزرگه به صورت ژنتیکی، حرکت هایی که مرتبط به اونجا هست رو تعداد بالا بزنین و سبک منطقی تره به نظر.